ستایش می‌کنیم صلح را و چمنزاران سرسبز آرام را و آرزو می‌کنیم سعادت را برای زمین. نوروز در همبستگی، خاطره و امید. زیر این شعار در دانشگاه ساس لندن بخشیده به جشن سال نو فارسی نوروز چاره‌بینی برگزار شد. در آن فارسی زبانان ایران، افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان اشتراک نمودند. باید گفت که این همایش در همکاری با بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی و دانشگاه ساس لندن سازمان داده شده است. با کمک تمام دوستان هنرمند، شاعران مقیم انگلیس، ما این بنیاد فرهنگی ژاله رو به نام ایشون تأسیس کردیم و یک جایزه شعر سالانه داریم برای جوانان زیر 30 سال. عمدتاً کشورهای تاجیکستان و افغانستان و ایران جایزه میدیم. امشب هم یکی از برنامه‌هایی است که با کمک سوئاس دانشگاه لندن این برنامه رو ما کمک کردیم که اجرا بکنن و یکی از همون برنامه‌هایی است که معرفی سنن و آدابمون هست. نوروز، روز نو، فرارسی بهار، زمان تجدید، تفکر و امید به آغاز نو است. ایرانیانی که با ما در مصاحبه شدند تاکید کردند که با وجود اینکه وطن ما با عذاب و مشقت و تلفات زیاد روی آورده است، ما نوروز را، آغاز سال را با جان و تن استقبال می نماییم. زیرا نوروز برای جامعه ما امکانیت فراهم می آورد که در این لحظه دشوار با هم جمع شوند. این فضایی است که در همبستگی با همدیگر گرامی داشت خاطره آنهایی که دیگر با ما نیستند و نوروز تفکر استواری مردم ایران است. باید تاکید نمود که این همایش صنعتکاران، هنرمندان، نوازندگان و دانشمندان را از سراسر جهان فارسی متحد می کند و یک لحظه تفکر مشترک بیان فرهنگی جامعه را ایجاد خواهد کرد. سال سومه که این برنامه رو در دانشگاه برای فارسی زبانان، برای همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن برنامه رو برگزار میکنیم. موسیقی داریم، بعضیا شعر میخونن، رقص داشتیم و بیرونم حفسین میذاریم. ما سعی میکنیم که همه رو دور هم جمع کنیم برای اینکه ما یک فرهنگ داریم، یک زبان داریم. به هر حال هممون الان 3000 ساله که نوروز رو جشن میگیریم و خب این خیلی مهمه که ما با هم همدلی داشته باشیم، همبستگی باشیم، همه یک پارچه. ناطقان چاره‌بینی درباره تاریخ نوروز و ارزش جهانی پیدا کردن این ایده آریایی حرف زدند. ژورنالیست تاجیکستانی احسان زروار نیز در برآمد خود راجع به تجلیل نوروز در تاجیکستان ابراز عقیده نمود. با اثر تلاش‌های بخصوص روشنفکرای بیدار تاجیکستان در سالهای 80 نوروز با عنوان یک جشن رسمی دیگر از طرف دولت اعتراف شد. اون برنامه‌های فرهنگی که در تاجیکستان با مناسبت نوروز برگزار می‌شوند و خودی مردم هم در آن خیلی شریک هستند، فکر می‌کنم در تمام این خطه ایران زمین مثل شاید نباشه. نوروزتان مبارک باشه، سال خوش و خرسندی را در پیش داشته باشین و به همه آرزوهاتون برسید. اشتراکچیان توسط موسیقی، صحبت و یادآوری فرارسی بهار را قید کردند. هر یک برآمد صنعتکاران از جانب حاضرین خیلی خوش پذیرفته گردید. بخصوص هنگام برآمد نوازندگان معروف سلیمان حقپناه و پیمان حیدریان، تماشابینان با سراییدن متن سرود با آنها جور شدند.
همه تمنای آن را نمودند که اله نوروز امساله برای تمام مردم سیاره سال صلح و صلاح و بخت و سعادت گردد. فروخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان. یه دل میگه برم، یه دلم میگه نرم، نه طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. پیش عشق زیبا خیلی کوچیک دنیا و یادتون هر جا ترک نکنم. سلطان تو هستی نروازهای دلم را شکستی، پیمان شادی با قلبم که بستی، با من بستی. مکنون اگر از تو دورم زر جا، با یاد دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزوها تمنا.